من هر موقع جای کار داشته باشم که بخوام قیافمو کم سن‌تر نشون بدم این مدل موها رو میزنم، چون که واقعا قیافه رو بیبی میکنم. من همیشه موهامو از سمت شقیقم جدا میکنم و بعدش به سمت بالا محکم میبندمش که چشام خورده کشیده تر دیده بشه. تقریبا یه همچین چیزی باید از آب در بیاد. خب حالا یه دونه ژل مو خوب نیاز داریم و یه دونه از این براشا. من عاشق این بیبی موهای جلوی صورت هستم. خلاصه همه رو به سمت پایین براش میکنیم و بعدش خورده از ژل برمیداریم و اون قسمتی که میخوایم فرم بدیم و هم روی کل مو میزنیم و هم روی اون قسمتی که میخوایم بچسبه. بعد یه انگشت میذاریم روش و همونطور که داخل ویدیو میبینیم به سمت بالا یه نیم دایره بهش میزنیم. توضیحش سخته، امیدوارم که بفهمید منظورم چیه. دومی رو میزنیم، اول هم به خود مو میزنید و بعد هم به اون قسمتی که میخواین بچسبه یه انگشت میگیرین روش و بعد به یه حالت نیم دایره به سمت بالا میکشیدش و بعد ادامه مو رو هم به موهای بالای سرتون میچسبونید که روی هوا وای نسه. این دوتا خوب از آب در اومد، هپی شده بودم. خلاصه هیچ کار جدید دیگه نمی کنم، همینطور ادامه میدم و هرچی بیبی هیر داشته باشم نیم دایره میزنم. البته شما هر فرم دیگه بخواید میتونید بهش بدین، ولی من همین این نیم دایره ها رو خیلی بیشتر دوست دارم. اون طرف موهامم درست کردم و اینا میشه از نتیجه کار. این از نمای نزدیک و اونم از نمای دورش که من در هر دو حالتش عاشقشم. اوکی بای.